برابکس دوستان عزیز تونلی در January 21st playing soccer Persians only because we're that cool. بهشید تو میتونی. داور روژان صاف 28 ثانیه بکن تو ویدیو 28 ثانیه کسکش. همین بازیکن توپو میگیره، مهراد رجبی شوت میکنه، محمد توپو بر میگردونه. همین بازیکن میدوه، دوست دختر محمد توپو میگیره میدوه. همین بازیکن صحنه بسیار نزدیک، همین بازیکن شایان صاف و توپو رد میکنه. مهراد رجبی توپو به زیبایی از زمین رد میکنه و پاس میده به یکی از بازیکنان خارج، دیوید سند. امید پیریدش میشه و ار میزنه. داور روژان صاف و گل و گل، پاس خاره هممون، گل صدامو گاییدم، گل. دمتون گرم همین بازیکنان. اینجا داره دعوا میشه که کسکش بیاد بیرون. بازی ها داره میده، خود یونس جقی توپو گرفته داره میده، همین بازیکن داره توپو رد میکنه و کورنر میشه، شوت میکنه و احمد و اوت میشه، ولی این احمق نمیدونه ما اوت نداریم، پس ما هممون ترکیم. ادامه بازی روز به انجام میده، محمد توپو میگیره و لایی رد میکنه. یک صحنه زیبا، همین بازیکن داره میره جلو، صحنه بسیار ماشاءالله، یونس توپو بر میگردونه و شایان شوت بسیار صاف. یونس با هد توپو بر میگردونه، خود همین بازیکن یونس توپو گرفته اینجا، هولی شیت و یک سانتر زیبا. مهراد رجبی با هد بسیار قشنگ پاسکاری میکنه، شایان توپ رو میگیره و از زمین به من پاس میده، ولی این جنده نمیدونه که من فقط فیلم بردارم. ادامه بازی، مهراد رجبی توپو گرفته، بسیار زیبا گل و همین بازیکن و گل زیبا برای تیم جغ ایران، یک بازیکن، یک وفادار ایرانی. آقا نظرتون در مورد این بازی چیه؟ تو هم میکنم. ماشاءالله. داور داره میگه که گل نیست. آخه چرا گل نیست؟ جنگه، چرا گل نیست؟ چون هندبال شده. محمد امسی میگه خارتون رو گاییدم، توپو گرفته داره پاسکاری میکنه. بهناز طاهری از اون ور زمین در میاد، همین بازیکن روز به توپو میگیره، پاس میده به محمد در صحنه بسیار نزدیک سانتر میکنه و شایان توپو با هد میگیره. صحنه بسیار خطرناک، در خون محمد میزنه و ادامه بازی، سانتر بسیار زیبا و گل برای شایان، گل برای تیم زرد شاشه ایران. شاشیدین، آفرین جغیا، تیم زردتون رو برم گایدین همه رو. کار بسیار که باز دروازه‌بان آفریقایی تیم ایران توپو میگیره، پاس میده به خود یونس، دختر مردم ترسیده واسه زمین داره پاسکاری میکنه. خود یونس سراندد شده با یه مش زرد احمق، دانی دومه میاد توپو بگیره، یونس توپو پاس میده و مهراد جای بسیار بلند زیبا و این شانس رو از دست میدن. آیا این بازیکن میتونه این کار انجام بده؟ بسیار نزدیک، خدا میدونه، خارتون رو گایدن و این بازیکن آفریقایی توپو میگیره. مهراد جغ میزنه میگه گله، ولی گل نیست. محمد امسی توپو گرفته داره میدوه در زمین، کسشخ میزنه و از بغل دروازه به بیرون میره. شایان صد داره خودش جر میده، میخواد پاس بده به محمد. یونس کونش گذاشته، چون کون گذاشتن خودش هنره. همین بازی کن 20 ثانیه خارتون رو گاییدم، کسکشا 20 ثانیه فقط، جنده ها، احمقا. ادامه بازی، دختر بچه توپو میگیره و حشر میکنه کل تیمو. پاس میده به انتونی که میدونی انتوی و پاس میده و صحنه بسیار خطرناک، هولی شیت، هیه بسیار زیبا و
این قسمت از بازی تموم میشه. صحنه باز مهراد رجبی در اون ور صحنه. دانیال قربان نظرت در مورد این بازی چیه؟ کیری